اگر ما حساب کنیم الکی 388 تا امروز فیلال ها وجود دارد. اگر نقطه های خودی اگر نقطه های مبادله اگر نقطه های انتقال مبلغ رو بگیریم با 1000 برابر است. و در بالای این اگر ما مرکزهای خدمات رسانی بگیریم 1233 تا. انا تقاضا کنید که 3200 تا نقطه در تمام جمهوری هست. بعد بسته شدن این نقطه های مبادله اسعار من شخصا باوری ندارم که یگان بازار سیاه یا که بازار دیگر پیدا میشه. بازار غیر رسمی همیشه وجود داشت. غیر رسمی سیاه ما برای سیاه گفتن نمیتونیم برای که الکی ما در نظام کپیتالیسم زندگی داریم. در وقتی اقتصادی بازارگانی درست بازار سیاه گفتنی در اون هست که بازار غیر رسمی در همیشه همین بازار هم هست. برای همین من فکر میکنم که شاید کمتر تنقیصی شود تو این مرکزهای خدمات رسانی الکی باید ممکن این مسابقات عموما سر کار نداشتن الکی طلبات زیاد میشود. در حالتی که همین دشواری پیدا میشود ما نیاز داریم که یک تلفنی چیگه همون باوری در سامانه بانک ملی گذاریم که با همون نقطه های خدمات رسان هنگامی که اگر باید تنقیصی کشان یگان باید شود مراجعه کنند. میخواستیم که مردم الکی با واسطه کارت‌های پلاستیکی استفاده برند همین نقدی از بند باید بردنش در کار. بازار غیر نقدی را ما زیاد کنیم. میگه که سطح دلاریزاسیون آخه کجای میرویم میبخشه همه جدا همین فقط دلار قطعی همین نقدی ریسک دارد در کیسه آخه میبخشه مملکت‌های پیشرویتون از $60 از $70 مردم دیگه پول زیاد در کیسه‌اش نمیگیرند. این خوف است.